پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی محض با دستگیری و توجه خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور صدها مؤسسه‌های تندرستی خوش‌طرح و زمانوی و مجهز با تجهیزات معاصر طبی ساخته به استفاده داده شدند. محض نتیجه اندیشیدن چاره‌های مهم و سریع‌وقتی در ساحه بود که امروز سطح و صفت خدمترسانی طبی در مملکت با طلبات‌های زمان جوابگوی بوده شهروندان کشور امکان دارند که حتی دشوارترین جراحی‌ها را در مؤسسه‌های کشور گذرند. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها در برابر ساختمان و از نوسازی همچنین تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تندرستی در تمام گوشه و کنار مملکت با مرام ادامه دارد. مخصوصاً یک قطار مؤسسه‌های تندرستی که برای تبابت گرفتاران بیماری کرونا نوی کووید 19 جدا گردیده بودند پس از شفا یافتن و پرره رخصت شدن شهروندان از تعمیر جاری برآورده شده اینچنین با تجهیزات معاصر طبی تامین گردیدند. در دوره این اقدام با دستگیری حکومت کشور، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد شعبه‌های نجات بیمارخانه‌های مرکزی ناحیه ورزاب، شهر حصار و بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های سرایتی شهر دوشنبه از تعمیر کلی برآورده شدند. طور راهبریت بیمارخانه‌های مذکور ابراز داشتند در برابر از تعمیر کلی برآوردن همزمان مؤسسه‌های نامبرده با یک قطار تجهیزات‌های معاصر طبی نیز تامین گردیدند. با دستگیری بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزارت تندرستی و شریکان رشد شعبه احیاگری بیمارخانه مرکزی شهر حصار از تعمیر کاپیتالی برآورده شده با تجهیزات‌های نوی زمانوی مجهز گردانیده شد. تجهیزات‌های نوی زمانوی با مانند دستگاه نفسدهی صنعی، کاردیومانیتور، پولس اکسیمتر، اکسیژنراتور، بلغم کشک، دفیبریلاتور، دستگاه ثبت برقی دل مجهز گردانیده شد. با هر یک خط بیمار خوابیدگی خط علاهیده اکسیژن گذرانیده شده. شعبه با آب گرم و خنک تامین کرده شد. تجربه جهانی نشان داد که در دوره پاندمی بیماری سرایتی کرونا کووید 19 برای بیماران شرایط خوبی کاری برای رسانیدن تبابت شرایط خوبی کاری لازم می‌باشد. این است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به این دستاوردها ما نائل گشته ایستاده‌ایم. یک بار دیگر منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت و وزارت تندرستی می‌رسانم. ذکر نمودن به مورد است که علاقه شعبه‌های مذکور به فعالیت مقرره کاری برگشته در آنها بهر رسانیدن خدمترسانی با صفت طبی به اهالی تمام شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شده است. تاکید کردن به مورد است که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئله حفظ صحتی جامعه که بایگری دولت محسوب می‌یابد توجه خاصه می‌دهد. کارهای تعمیری و تجهیزانیدن دستگاه معاصر طبی در دیگر شعبه‌های نجات مؤسسه‌های طبی نیز ادامه دارد.